امام باقر فرمود چند تا گناه تو همین دنیا خدا به آدم میچشونه عذابشو، قیامتش جای خودشو، اما اربعتون اسرع شیء عقوبةً، چند تا گناه خدا تو همین دنیا تو کاسه آدم میذاره. یکی قطع رحم، فامیلی که با شما رابطه داره شما جوابشو نمیدی، قطع رحم میکنه، یا شما باش ارتباط داری اون قطع رحم، اگر شما وصل کردی او قطع کرد، قطع رحم یقینا تو همین دنیا اثرشو میبینه، عمرش کوتاه میشه، برکت از زندگیش میره. یکی کسی که به شما قول داده، شما به کسی قول دادی، شما عمل کردی اون بد قولی کرد، اینم خدا تو کاسش میذاره، پیمان رو زیر پا بذاره، تعهدی رو پاره کنه، عمل به یک قولی نکنه. اینا فرمود تو همین دنیا. یکی کسی که شما بهش احسان کردی اون به شما بدی کرده. یکی هم کسی که شما بهش ظلم نکردی ولی اون به شما ظلم کرده. این حدیثه ها. اربعتون، 4 تا گناه، اسرع شیء عقوبةً، عقوبتش تو همین دنیا میاد.